سلام دوستان، امروز پنجشنبه تاریخ 13/2/2025 در روی چارت پوند به دلار هستیم. خب تایم فریم یک روز است. خب میریم در صفحه توییت. خب این تصویری بود که امروز من در توییت خود پست کرده بودم. چارت پوند به دلار تایم فریم یک روزه. خب من تحلیل کرده بودم که امروز باعث بولیش می باشد و تارگت من ای بای ساید لیکویدیتی دیلی می باشه. خب اینجا ببینین پوند به دلار، ما گفتم که ما خبر داشتیم ساعت 8 به وقت آلمان دیلی بایس بولیش اپ تو سقف هفته قبل و مارکت استرکچر بریک و از خاطر از اون نیوز ما یک پیس داشتم اینجا که گفته بودم نیوز could be manipulation and push the price down up to consequent encouragement of Asia session. خب اینجا تحلیل خود داره. consequent encouragement یعنی چی؟ بازور یک ویدیو جداگانه جور میکنم but I don't think so. My target is the buy sides. یعنی تارگت ما اینجا بود، buy side liquidity. خب میریم پس در روی چارت کندل امروزی ماست. میریم در تایم فریم یک ساعته. خب در تایم فریم یک ساعته ما ساعت 2 به وقت نیویورک اینجا ما خط انداختیم که همون لحظه بود که خبر پخش شد و میریم در تایم فریم یک دقیقه. در تایم فریم یک دقیقه میبینیم خب اینجا کلا رنج آسیای ما بود، سشن آسیا. خب ما انتظار داشته بودم که خبر منیپولیت کنه و بیایه تا نسبای سشن آسیا. البته بود در تایم فریم یک ساعته بود و بعد ما وقتی به تایم فریم یک دقیقه آمدم ما دیدم که اینجا یک چاک داده، اما چنج آف کاراکتر داده بود که ما خودش یک لیگی ساخته شده یا منیپولیشن شده میبینم. از او خاطر و بعد ما ویدیو گرفتم، ویدیوش هست ما در شارت یوتیوب میمونم که گفتم بازار منیپولیشن خود انجام داده اینجا و بعد خبر ما بولیش خواهد بود که قسم بالا رفته و بعد سشن لندن شروع شد و بازار یک ریتریسمنت کرده بود. ریتریسمنت اینا کلش ریتریسمنت بود تا وقتی که ساعت 8:30 شد به وقت نیویورک و اینجا خودش خبر آمد که اون یک منیپولیت بود و ما او تحلیل در روی یورو دلار کرده بودم که اون ویدیوش ما در شارت میمانم و بعد از اون مارکت میبینی که بولیش شده و رفته بالا. خب خلاصه که بای ساید لیکویدیتی روزانه ما را زد. میریم در تایم فریم یک ساعته. یه مو بای ساید لیکویدیتی بود که ما گفته بودم تارگت ماست و امروز دیلی باعث ما بولیش می باشه و قیمت هم هنوزم که میبینین در حال بالا رفتن است. پس میریم در تایم فریم یک دقیقه. اینا کلش یک حرکت منیپولیشن بوده که ایجاد شده ساعت تقریبا 13:40 همون سشن لندن کلوز می شده. از خاطر یک منیپولیشن انجام داده که سل ساید لیکویدیتی های اینجا را کلش بگیره. خب یه قضیه دیگه داره برای تحلیل خود. قسمی که میبینید قیمت در حال بالا رفتن است و هدفش این مارکت استرکچر بریک میشه که اینجاست. خب دوستان از تحلیل امروز ما بود در روی جفت ارز پوند و دلار. تا دفعه بعد بدرود.